امروز دشمنای خدا مقصدشان خراب کردن مسجد هاست. اگر شما در جنگ فلسطینی ها و اسرائیلی ها دیده باشد، اول ضربه که صهیونیستا دشمنان خدای اسرائیلی های ملعون یهودی ها زدن این مسجد ها بود. 37 مسجد جامعه به خاک یکسان کردن به نام آنکه اینها گویا تروریست تیار میکنن. خوشا به حال کسانی که بر قصد اونها مسجدها را آباد میکنند، برخلاف خواهش اونها مسجدها را قامتشان بلند میبردارن و با نمازخوان پر میکنند. جوانای عزیز، امروز دشمنای خدا آرام نیستند. چه دشمنای خدا بیرونی از بیرون چه از داخل برای محو اسلام، برای از بین بردن اسلام، برای خراب کردن مسجدها و عقیده های ما و شما حرکت دارند. خیلی جای تأسف است. ببخشید عزیزان، شاید یک کارگرای حکومتی باشند. قراری نوی آزادی وجدان که تیار کردیم به پارلمان و به حکومت، در این قراری نوی آزادی دین و وجدان امر معروف کردن در تمام جاها من کردیند. هیچ کس حق ندارد غیر مسجد، نه در جنازه، نه در خانه، نه در توی که سر امر معروف کند. ببینه دشمنای خدا چگونه خاموشانه، چگونه پنهانی زهر چشیدی ما خبر نداریم. اگر این قرار قبول شود که ما که نمیترسیم عزیزان من، اسلام از روزه که لا اله الا الله را بلند برداشت مشرکان مقابلت کرد غالب آمد، با چنگیز مقابلت کرد غالب آمد، با کمونیستا 70 سال مقابلت کرد غالب آمد، باز با این دموکرات هم غالب می‌آید انشاءالله. اما خیلی جای تأسف است که رئیس جمهورمان مسلمان، سالگشت امام اعظم 99% مسلمان، در خانه ها امر معروف کردن ممکن نیست، در توی ها امر معروف. برای چی ممکن نیست؟ مسلمان احکام نماز از کجا یاد گیرد؟ مسلمان حرام و حلال از کجا یاد گیرد؟ امروز دختر تاجیک عده رو نمیدادد، امروز دختر تاجیک حیض و نفاس نمیدادد، از کجا یاد گیرند دیگر؟ مگر امام اعظم برای همین بود؟ ببین عزیزان، بنابراین هر کدام شما وظیفه دار هستید، دپوتاتای محلتانه، هر کدام شما در انتخابات آواز دادید، والله اگر از دپوتاتان طلب نکنید بیکار کردن این قانون، کدامی که به دپوتات آواز داده همراه همون دپوتات در دوزخه. این از حکم خدا، این از حکم قرآن. رسول اکرم میفرمایند مسلمان بر بالای مسلمان 6 حق دارد. یکی از حقهای او این است که اذا مات فشیعه، وقتا که برادر مسلمان وفات میکند، خواه او رو میشناسیم خواه نمیشناسیم، خواه او شخصی کلان مرتبه است و خواه دیگر، ما امکانیت داشته باشیم باید در جنازه او شرکت کنیم. الحمدلله این ساعت ما این حق اسلامی را که بر دوش هر کدام ما و شما هست ادا کرده ایستادیم. وقتی که من مسجد در آمدم، این مسجد با این زیباگیش دیدم و این جوانای زیبا را که همه چهره های نورانی داشتند، چهره هایی که پر از ایمان بود، در نماز مشاهده کردم. خیلی خرسندم شدم و دعا کردم خداوندا کسانی که این مسجد بنا کردن و این مسجد تعمیر نمودن و برای نمازگزاران تقدیم کردن، خداوند از قصرهای جنت نصیب کنند. وقتی که شان علامه فرمودند که مسجد بنا میکردگیشان مرحوم هستند، انشاءالله من صدای من این مرحوم شنیده ایستاده، من برای ایشان همون هدیه را، همون تحفه را، همون سوغای را که رسول اکرم برای مسجدها، مسجد سازها وعده کردن و میخوانم تا اینکه این هدیه را همراه خود برد. پیغمبر بزرگوار میفرمایند من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه. کسی برای خدا مسجد میسازد، خوشا به حال کسانی که ثروت خود در ساختمان مسجد صرف میکنند. بنابراین فراموش نکنید عزیزان. مفهوم من صحبت خود در اینجا به پایان میرسانم. از پروردگار مهربان برای وای حاج مراد علی که امروز این سفر خدا چگونه حضرت شان علامه گفتند سفر آخرین خدا و سوی پروردگار خدا راست نموده است.
عزیزان من این سفری دور و دراز است. این سفر خیلی خطرناک است. این سفر است که از برآمدن روح آغاز می شود و تمام شدن او به صور اسرافیل و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون تمام می شود. اما این چی میلیون سال دوام میکند، این چند صد هزار سال دوام میکند، نه من میدانم نه کسی دیگر. این سفر خیلی دور و دراز است. این سفر لیکن توشه میخواهد. این سفر با همراهی خود دست آویز میخواهد. عزیزانی من سفری این دور و دراز توشش ایمان به خدا هست. سفر این دور و دراز توشش 5 وقت نماز جماعت است. از حرام های خدا خود نگاه داشتن است. تو با خود ببر توشه خیشتن که شفقت نیاید ز فرزند زن. انشاءالله حاجی مراد علی ما توشی خوب دارد، فرزند اهل قرآن، فرزند صالح، ساختمان مسجد. نصیحت شما دیجان چنین دستانیشش کرده باشد، شاگرد برآور. همین ها توشهش که همراه با حاجی مراد علی همراه اوست. انشاءالله مراد علی زنده است. مادامی که پسرشان قرآن میخوانند، مادامی که پسرشان قرآن تعلیم میتیند، مادامی که پسرشان در محراب مسجد الله اکبر میگویند، این زنده است، در ثواب او شریک است. اگر که از نزد ما رفت اما او زنده است. خوشا به حال کسانی که بعد از مرگ نامی نیک از اونها میموند. خوشا به حال. دعا کنیم پروردگار صفات مبارک کنه. ایمان و عمل های صالح شمونی شکافت.